استاد چیکار کرده رئیسی؟ والا اینمی جا یک میدان پهلوانی جور کردیم. ها در ولسوالی کلفگان بخیر. ها اینمی را همکاری کردیم عثمانی صاحب. دیگه دوستان کمک ما میکنن. ها فردا بخیر ساعت 2 بجه یک مسابقه پهلوانی داریم که ولسوالی کشمیر بدخشان هم خبر میکنیم. بچهای تخار مرکز هم میه. این مسابقات از طرف فدراسیون کورش ولسوالی کلفگان رو اندازه شده که بتانیم بخیر همی ولسوالی کلفگان پهلوانایش رشد بتیم بخیر. انشاءالله. عثمانی صاحب هست کدام گفتنی اگر داره بفرمایید. سوال صاحب کدام گفتنی داری؟ شما یک پهلوانی برگزار کردیم. البته ما میزبان هستیم. از مسابقه کشمیر خبر کردیم. فردا روز جمعه بعد از پیشین ساعت 2 بجه بخیر پهلوانی برگزار میشه. این همین منطقه روبروی کلب باشگاه ورزشی تخت سلیمان ان شاء الله بخیر فردا برگزار میشه. همگی دوستا آگاه باشن. سلامت ان شاء الله.